سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من شیواکی هستم. با ویدیوی امروز من خیلی خوش اومدید. بچه‌ها تو این ویدیو میخوام که بهتون یه اتچمنت HS خیلی خفن بدم که برید اصلا عشق کنید. اتچمنت قبلی که دادم متاسفانه خیلی ضعیف شد و نرف شد و کلا نابود شد رفت. حالا یه اتچمنت خفن گفتم سریع واسهتون بچینم تست کنم و بهتون بدم، برین حال کنید دیگه. بچه‌ها حالا سبک ویدیوها رو عوض کردم، حالا هر چی شما بگین دیگه. اگه گفتیدم همون سبک قبلی رو میریم دیگه. گفتم کات بزنم و اینا، شاید شما دوست داشته باشید. حالا هر چی شما بگین ما همون رو انجام میدیم. اینجا هم گفتیم یکم فایت بیوای بذارم. حالا از الان به بعد دیگه HS. خب بچه‌ها اتچمنت تا هم واسهتون جلوتر حتما میذارم، برید بچینید، خیلی خفنه. اگه تا الان چنل خودتون یعنی چنل شیوایتی رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. بچه‌ها اینجا ما اومدیم رو دراپ و گانمون هم گان نبود که یارمون رو کاور کنیم و کلا گان ضعیفیه M16. اومدم رو دراپ دیدم از بک هم دارن بهم تیر میزنن، سری رفتم پایین یه هیل کردم. این ویدیو رو هم شورت ویدیوشو تو یوتیوب دیروز واسهتون گذاشتم و گفتم که فردا اتچمنت رو واسهتون میذارم. حالا کلا خیلی HSش خفن بود و بیشتر اوقات وان شات دیگه و من که باش حال کردم، راحت میشه اسکواد خوابوند و اینا. خب اینجا اومدیم بریم دراپ، دیدیم به چند تا آهو رو دراپ. گفتم بیاید پایین دیگه، سرم در گرفت. من HS ندارم، الان شما اومدید دارید دراپ میخورید. گفتم بیاید پایین بچه‌ها دیگه، سرمون در گرفت دیگه، بهتر خودتون میدونید. و اینا رو هم زدیم بچه‌ها. یکم حالم بده و حالا مریض شدم، نمیدونم چمه، یکم صدام گرفته. و حالا اینا رو زدیم، اومدیم یه آرمور بزنیم، دیدیم باز پریدن اومدن. اینجا یکیشون رو زدم، بعد این یارو فشاری رفت تو وار ماشین کشیده. حالا شاید هم گان نداشته نمیدونم، ولی خب وار ماشین نکش دیگه، بمیری بهتر از اینه که بری وار ماشین بکشی. خب اینجا هم اومدیم دیدیم صدا پای، اومدیم اینو زدیمش. گفتم عمو جون بیا پایین. اینجا هم یه شات زدم، وان شات نشد، یه کاور شات خواست بزنه که نتونست بچه‌ها. اینم از اتچمنت. بچه‌ها حتما بشینید، خیلی خفنه. اینجا هم دیگه یه چند نفر دیگر هم میزنیم و دیگه تموم. بچه‌ها اینجا تیر SS تموم شد، رفتم یه HS جدید کشیدم. بچه‌ها امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. چنل رو حتما ساب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. فعلا